به نام خدا سلام عرض می کنم خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم همگیتان خوب، صحتمند، سالم و سرحال باشین. بخیر به درس امروز ما حاضر شده باشین و آماده یک درس جدید باشین. شما را خوش آمدید میگم به یک درس دیگه. ما در مضمون مثلثات در صنف نهم ما امروز به ادامه درس های قبلی خود یک درس جدید را در مضمون مثلثات میخوانیم و از همین طریق میتونیم با موضوعات جدید در علم مثلثات هم آشنا شویم. همون قسمی که همه شما عزیزان میفهمین، ما در درس های قبلی در مورد ساین زاویه، کوساین زاویه، تانجانت و کوتانجانت زوایای مختلف صحبت کردیم و فهمیدیم که ساین، کوساین، تانجانت و کوتانجانت زاویه های حاده در یک مثلث قائم الزاویه مساوی به چی هست. با هم دیگه یاد گرفتیم که ساین یک زاویه حاده در یک مثلث قائم الزاویه نسبت ضلع مقابل بر وتر هست. کوساین زاویه حاده در یک مثلث قائم الزاویه نسبت ضلع مجاور بر وتر می باشد. تانجانت زاویه حاده در مثلث قائم الزاویه نسبت ضلع مقابل بر ضلع مجاور می باشد و کوتانجانت یک زاویه حاده در یک مثلث قائم الزاویه مساوی هست به نسبت ضلع مجاور بر ضلع مقابل. تمام این موضوعات را در درس‌های قبلی خواندیم، براشان مثال کار کردیم. ما امیدوار هستم که شما درس‌های قبلیتان را تکرار کرده باشین. اگر کسی در درس قبلی سوالی یا مشکلی داره میتونه از من بپرسه. که سوالی داره؟ نه خیر استاد. بسیار عالی. خوشحال هستم که درس‌های قبلی را یاد گرفتین. همون قسمی که همه شما میفهمین درس‌های قبلی مهمترین درس‌های ما در مضمون مثلثات بود که اگر شما همین 4 موضوعی را که براتون گفتم را به شکل درست یاد گرفته باشین، در مضمون مثلثات دیگه مشکلی نمی داشته باشید. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. امروز با هم دیگه یک موضوع جدید را می‌خوانیم. موضوع درس امروز ما هم یک موضوع بسیار مهم هست و می‌خوایم که به درس امروز خوب توجه کنید. عنوان درس امروز ما نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های خاص هست و این درس ما شامل صفحه 105 و 106 کتاب مثلثات تان می باشه. به شکل کلی هدف ما در درس امروز این هست که نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های خاص را یاد بگیریم. کدام زاویه‌ها؟ زاویه‌های 0 درجه، 30 درجه، 45 درجه، 60 درجه و 90 درجه را برایشان ساین، کوساین و تانجانتشان را یاد بگیریم و در سوالات مختلف از همین نسبت‌های مثلثاتی که برایشان حفظ می‌کنیم استفاده کنیم. پس قلم و کتابچه‌تان پیشتان باشه. نکات مهم درس امروز را حتما یادداشت کنید تا زمانی که درس امروز تمام میشه به اهداف خود برسیم. خب شاگرد عزیز، براتون گفتم که ما می‌خوایم نسبت‌های مثلثاتی چی؟ نسبت‌های مثلثاتی ساین، کوساین و تانجانت زاویه های خاص را به دست بیاریم. کدام زاویه های خاص؟ زاویه 0 درجه، زاویه 30 درجه، زاویه 45 درجه، زاویه 60 درجه و همین قسم زاویه 90 درجه. شما باید این نسبت هایی که براتون نوشته میکنم را حفظ کنید، چون ما در درس‌های قبلی در مثلث‌های مختلفی نسبت‌های مثلثاتی مثلا زاویه 30 درجه را دریافت کردیم، مثلا کوساین زاویه 60 درجه را دریافت کردیم یا تانجانت زاویه 45 درجه را دریافت کردیم. یعنی چی؟ یعنی ضلع مقابل را تقسیم ضلع مجاور کردیم، تانجانت را به دست آوردیم، ضلع مقابل را تقسیم وتر کردیم، ساین را به دست آوردیم، ضلع مجاور را تقسیم وتر کردیم، کوساین را به دست آوردیم. یعنی از روی مثلث ها که قیمت های اضلاع داده شده باشه ما میتونیم که ساین، کوساین، تانجانت و کوتانجانت 0 درجه، 30 درجه، 45 درجه، 60 درجه و زاویه 90 درجه را دریافت کنیم. اما بهتر هست که شما برای همین موضوعات یا به همین نسبت‌های مثلثاتی این زاویه‌های خاص عددهایشان را حفظ کنید. نیاز نداشته باشین هر روز از روی مثلث پیدا کنید یا در هر سوالی که براتون داده شود شما یک مثلث رسم کنید و بعد از او نظر به مثلث شما نسبت‌هایش را دریافت کنید. چون اکثر زاویه هایی که در علم مثلثات استفاده میشه همین زاویه های 0 درجه، 30 درجه، 45 درجه، 60 درجه و 90 درجه می باشه. به همین خاطر به این زاویه های خاص گفته میشن، چون اکثر سوالاتی که ما در مثلثات چه در صنف نهم
دهم و یا 11 حتی حل میکنیم، همین نسبت های مثلثاتی 0 30 45 60 و 90 درجه درشان می باشه. پس خوب است که ساین، کوساین، تانجانت و کوتانجانتشان را یاد بگیریم. خب شاگردان عزیز، ساین 0 درجه 0 هست، ساین 30 درجه 1/2 هست، ساین 45 درجه جذر 2/2 هست، ساین 60 درجه جذر 3/2 هست و ساین 90 درجه مساوی هست به 1. کوساین 0 درجه مساوی هست به 1. کوساین 30 درجه مساوی هست به جذر 3/2. کوساین 45 درجه مثل ساین 45 درجه هست، یعنی جذر 2/2 و کوساین 60 درجه هست 1/2. کوساین 90 درجه هست 0. تانجانت را شما میفهمین که تانجانت را اگر ساین را تقسیم کوساین کنید تانجانت حاصل میشه، یعنی اگر شما 0 را تقسیم 1 کنید چند میشه 0 تقسیم 1؟ 0. تانجانت 0 درجه 0. تانجانت 30 درجه شما 1/2 را تقسیم جذر 3/2 میکنید، نتیجه که حاصل میشه چی هست؟ جذر 3/3. این کار را حتما شما در کتابچه هایتان انجام بدین. تانجانت 45 درجه شما جذر 2/2 را تقسیم جذر 2/2 میکنید، جوابش بدون شک که 1 هست. تانجانت 60 درجه شما جذر 3/2 را تقسیم 1/2 میکنید، نتیجه چی میباشه؟ جذر 3. و تانجانت 90 درجه چند هست؟ تانجانت 90 درجه تعریف نشده. چرا تعریف نشده؟ به خاطر اینکه شما اگر 1 را تقسیم 0 کنید، آیا 1 را تقسیم 0 کرده میتونیم 0 در مخرج که اگر قرار بگیره، هر زمانی که 0 در مخرج قرار بگیره او کسرتان تعریف نشده است، یک قیمت مبهم داره که ما نمیفهمیم. پس تانجانت 90 درجه هم تعریف نشده. شما اگر کوتانجانت را بخواید دریافت کنید، کوتانجانت 0 درجه چی می باشه؟ شما میفهمید کوتانجانت کوساین بر ساین هست، یا کوتانجانت را میتونیم بگیم که 1/تانجانت، هر دوش درست هست. کوتانجانت 0 درجه تعریف نشده هست، تعریف نشده. شما اگر 1 را که کوساین 0 هست تقسیم 0 که ساین 0 هست کنید، شما میفهمید کوساین بر ساین کوتانجانت. اگر 1 را تقسیم 0 کنید میفهمید که در مخرج 0 یعنی تعریف نشده. کوتانجانت 30 درجه کوساین را تقسیم ساین کنید، یعنی جذر 3/2 را تقسیم 1/2 اگر کنید جوابش چند میشه؟ جذر 3. و کوتانجانت 45 درجه اگر جذر 2/2 را تقسیم جذر 2/2 کنید باز هم مساوی به 1 هست. تا این قسمت شما فهمیدین که ساین 45 و کوساین 45 با هم دیگه مساوی هست و همین قسم فهمیدین که تانجانت 45 و کوتانجانت 45 با هم دیگه مساوی هست. حالا کوتانجانت 60 درجه نسبت کوساین 60 درجه بر ساین 60 درجه 1/2 تقسیم جذر 3/2 جوابش هست جذر 3/3. و کوتانجانت 90 درجه برعکس تانجانت 90 درجه است، یعنی کوساین 90 درجه بر ساین 90 درجه 0/1 0. کوتانجانت 90 درجه 0. پس شما در این قسمت ساین، کوساین، تانجانت و کوتانجانت زاویه های 0 درجه، 30 درجه، 45، 60 و 90 درجه را یاد گرفتین. این اعداد را باید حتما حفظ کنید. حتما روز بعدی زمانی که در صنف همتان حاضر شدین، از شما شاگردای عزیزی که در صنف هستین حتما نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های 0، 30، 45، 60 و 90 درجه را میپرسم. از تک تکتان تمام ساین، کوساین، تانجانت و کوتانجانت تمام این زاویه‌ها را میپرسم و میخوایم که تمام نسبت‌های مثلثاتی که براتون در این قسمت نوشته کردم را یاد بگیرین. البته شما میتونید در خانه تانجانت و کوتانجانت را از روی داشتن ساین و کوساین دریافت کنید، اما خوب است که حفظشان کنید. زمانی که سوال را حل میکنید تا مواجه میشین با تانجانت 60 درجه شما بفهمین جذر 3 هست، یعنی نیاز نداشته باشین که شما جذر 3/2 را تقسیم 1/2 کنید بعدن شما جذر 3 را دریافت کنید. مستقیم میتونید که جذر 3 را حاصل کنید یا دریافت کنید.
امیدوار هستم که تا این قسمت با نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های 0 30 45 60 و 90 درجه آشنا شده باشین. اگر تا این قسمت درس مشکلی ندارین بیاین که بعضی سوالات را با هم دیگه حل کنیم. کسی سوالی داره؟ نه خیر استاد. بسیار عالی. خب شاگرد عزیز، اگر یک سوال داشته باشیم، در این سوال از ما خواسته باشه که شما ساین 60 درجه را جمع ساین زاویه 30 درجه کنید. ساین 60 درجه جمع ساین زاویه 30 درجه که اگر شما نسبت‌های مثلثاتی زاویه‌های 60 و 30 را یاد داشته باشین به شکل بسیار ساده میتونید این سوال را حل کنید و اگر یاد نداشته باشین نیاز دارین مثلث ترسیم کنید، اضلاعش اندازه‌گیری کنید، زاویه‌هاش اندازه‌گیری کنید، بعد نسبت ضلع مقابل بر وتر را دریافت کنید و بعد از او بفهمین که نسبت ساین 60 درجه و ساین 30 درجه چی هست، اونا رو نوشته کنید با هم دیگه جمع کنید. چقدر یک پروسه طولانی هست. کار آسانی است که شما همین نسبت‌ها را حفظ کنید. زمانی که شما نسبت‌ها را حفظ کرده باشین میفهمین که ساین 60 درجه چند هست. ادامهش حلش رو در این قسمت براتون نوشته میگم. ساین 60 درجه چند هست؟ جذر 3 بر 2 جمع ساین 30 درجه چند هست؟ 1 بر 2. به همین سادگی. حالا شما بین دو کسر مخرج مشترک میگیرین و جمع میکنید. عملی جمع را همتون یاد دارین. مثلا جمع کسرها را همگی یاد دارن. مخرج ها مساوی است، از دو مخرج مساوی یک مخرج گرفته میشه، صورت ها با هم دیگه جمع میشه. جذر 3 را جمع 1 میکنید. جواب همین کفایت میکنه. شما میتونید جذر 3 را استخراج هم کنید، 1.73 را جمع 1 کنید، تقسیم 2 کنید و عدد اعشاریش را به دست بیارین. یعنی در همین قسمت هم کافی است. میتونید که همین قسمت حل سوالتون را ختم کنید. این سوال اول بود که با هم دیگه حل کردیم. در سوال دوم هرگاه داشته باشیم تانجانت 30 درجه منفی کوساین 60 درجه. تانجانت 30 درجه منفی کوساین 60 درجه. اگر شما نسبت‌های مثلثاتی رو یاد داشته باشین میفهمین که تانجانت 30 درجه مساوی به چی هست؟ حلش را اگر در این قسمت براتون نوشته کنم، تانجانت 30 درجه مساوی به چی هست؟ مساوی هست به جذر 3 بر 3 منفی خودش. کوساین 60 درجه چند هست؟ کوساین 60 درجه هست 1 بر 2. به همین سادگی قیمت ها رو گذاشتیم. حالا مخرج مشترک میگیریم. بین 3 و 2 زمانی که شما مخرج مشترک بگیرین 3 2 6 6 رو مخرج مشترک میگیریم. مخرج مشترک تقسیم مخرج اولی ضرب صورتش، یعنی 6 تقسیم 3 2 2 ضرب صورتش 2 ضرب جذر 3 2 جذر 3 علامه منفی خودش. 6 مخرج مشترک تقسیم مخرج دومی ضرب صورتش، یعنی 6 تقسیم 2 3 3 ضرب 1 3 2 جذر 3 منفی 3 بر 6. شما میتونید که جذر 3 را استخراج کنید، تقریبا قیمتش مساوی است به 1.73 و ضرب 2 کنید، منفی 3 کنید، تقسیم 6 کنید و یک عدد اعشاری را حاصل کنید. وگرنه در همین قسمت حل سوال کفایت میکنه. حالا اگر یک سوال دیگه داشته باشیم، به طور مثال داشته باشیم تانجانت 45 درجه تانجانت 45 درجه منفی کوساین 45 درجه. تانجانت 45 درجه منفی کوساین 45 درجه. کاری که انجام میدین چی هست؟ شما به جای تانجانت 45 درجه قیمتش را وضع میکنید. قیمت تانجانت 45 درجه چند هست؟ همه شما میفهمین که قیمت تانجانت 45 درجه هست 1. بیشتر با هم دیگه دیدیم که تانجانت 45 درجه چند هست؟ 1 هست. منفی کوساین 45 درجه چند هست؟ کوساین 45 درجه مساوی هست با جذر 2 بر 2. 1 منفی جذر 2 بر 2. حلش رو در این قسمت براتون نوشته میکنم. شما میفهمین هر عددی که مخرج نداشته باشه مخرجش 1 هست. بین 1 و 2 مخرج مشترک میگیرید. مخرج مشترکتون بین 1 و 2 چند هست؟ 1 2 2 در مخرج مشترک. 2 تقسیم 1 2 2 ضرب 1 2 2 تقسیم 2 1 1 ضرب جذر 2 جذر 2. بینشان علامه چی هست؟ بینشان علامه منفی هست. 2 منفی جذر 2 بر 2. میتونید که قیمت جذر 2 رو وضع کنید، یعنی 1.41 و بعد از او
دونه منفی قیمت کنید، تقسیم 2 کنید و یک عدد اشاری را حاصل کنید و یا هم میتونید در همین قسمت سوالاتان را ختم کنید. امیدوار هستم که با حل سوالاتشان هم آشنا شده باشین و اگر کسی از شما سوالی نداره بیاین که ببینیم کارخانگی شما در درس امروز چی هست. سوالی کسی داره؟ استاد یک سوال دارم. مریم جان سوال داریم؟ بپرس سوالت را. استاد چرا تانجانت 90 درجه تعریف نشده؟ خب دوستان مریم جان پرسید که چرا تانجانت زاویه 90 درجه تعریف نشده هست. تعریف نشده. بیایم با هم دیگه این موضوع را ببینیم. شما میفهمین از درسای قبلی میفهمین که تانجانت هر زاویه به طور مثال زاویه 90 درجه مساوی هست با ساین زاویه 90 درجه بر کوساین همون زاویه، یعنی 90 درجه. حالا اگر قیمت های ساین 90 درجه و کوساین 90 درجه را در همین قسمت وضع کنیم، جواب سوال همصنفیتان به دست میآید. ساین 90 درجه چند هست؟ ساین 90 درجه 1 هست. و کوساین 90 درجه چند هست؟ کوساین 90 درجه 0 هست. 1/0. هر زمانی که عدد تقسیم 0 شود یک عدد مبهم حاصل میشه، یک عددی حاصل میشه که تعریف نشده، در اعداد تعریف نشده. آیا این امکان داره که شما یک شی را به هیچ حصه تقسیم نکنید و از او یک حصه بگیرین؟ نه خیر. پس همین موضوع نشان میده هرگاه هر عددی تقسیم 0 شود جوابش تعریف نشده هست. در این قسمت هم ساین 90 درجه 1 بود، کوساین 90 درجه 0. زمانی که 1 را تقسیم 0 کنیم مساوی به چی میشه؟ مساوی به یک عدد تعریف نشده میشه. به همین خاطر هست که میگیم تانجانت 90 درجه تعریف نشده. امیدوار هستم که جواب سوالات را گرفته باشه. اگر کسی دیگه سوالی یا مشکلی نداره بیاین که ببینیم کارخانگی شما در درس امروز چی هست. خب شاگرد عزیز، کارخانگی شما در درس امروز حل تمرین صفحه 106 کتابتان می باشه. این تمرین را در کتابچه هایتان حل کنید، روز بعدی به صنف بیارین، درس ها را هم تکرار کنید. در هر قسمتی که براتون سوالی یا مشکلی ایجاد میشه یادداشتش کنید و روز بعدی از ما بپرسین. تا روز بعدی که دوباره مضمون مثلثات داریم، همه شما را به خداوند بزرگ و بی نیاز میسپارم. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.